گناه ندارد به این معنی که ما معتقد باشیم که اگر کسی ناخنش را گذاشت که بلند بشود گناهی را انجام داده. نه، گناهی را انجام نداده، اما کاری خلاف فطرت و خلاف سنت و توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را انجام داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن ناخن را جز خصال فطرت، یعنی کارهای فطری در واقع معرفی کردند و حضرت جابر رضی الله تعالی عنه به صورت کلی برای نظافت بدن، اهم از زدودن موی زائد بدن یا گرفتن ناخن و این گونه موارد را که شاملش می شود، گفتند 40 روز به ما فرصت داده شده، این وقت تعیین شده. اما از نظر شرعی اگر یک فردی ناخن داشت، الان فرق نمی کند مردی باشه یا زنی و دختری باشه، ناخنش بلند باشد، از نظر شرعی وضویش و غسلش کاملا صحیح است و در نمازش هم هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد. حتی اگر فردی به طور مثال زیر ناخنش، میان ناخن و سر انگشتش به طور مثال چرکی جمع شده باشد، به طور مثال استوان‌ها و کارگری باشد، مثلا مواد ساختمانی به اصطلاح وجود داشته باشد یا مثلا خمیری وجود داشته باشد، هیچ کدام از اینا مانع صحت وضو نیست و وضوی کسی که ناخنش بلند هست از نظر شرعی وضوش صحیح هست، غسلش صحیح هست. اما بلند نگه داشتن ناخن از نظر شرعی خلاف فطرت و خلاف سنت هست. اما این که بگیم که کسی که این کار رو انجام داد گناهکار است، گناه برگردنش نوشته می شود، نه، چنین نیست.